امبدینگ ذاتاً برای بیماری خاصی اختصاص نداره و در انواع بیماری ها میتونیم از امبدینگ به جای طب سوزنی استفاده کنیم، ولی عمده بیمارانی که مراجعه میکنن به مرکز ما بیمارانی هستن که دچار عارضه چاقی یا لاغری هستن. انواع اختلالات گوارشی مثل یبوست مزمن، تهوع و استفراغ، سوء هاضمه و دیسپپسی هایی که هستن، اختلالات اشتها. همچنین در حوزه بیماری های زنان مشکلات هورمونی مثل اختلالات قاعدگی، دردهای قاعدگی، نازایی، فیبروم ها و یا اینکه مشکلاتی که در مثل اندومتریوز ممکنه جزء این بیمارها به حساب بیاد. در حیطه سندروم های درد، سردردهای مزمن مثل میگرن، دردهای کمری، اختلالات مفصلی و انواع آرتریت ها میتونن در حوزه عملکرد و تاثیر امبدینگ نتایج بسیار خوبی رو داشته باشه.